به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه سینا با عریضه جوان 23 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 12 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت‌های 18:00 دقیقه هنگامی در کوچه نعمت قره‌باف پایتخت قرار داشتنش جوان 24 ساله ساکن همین نویه با روی زوروری از دستش 200 سامانی را تصرف نموده از جای حادثه غیب شده است. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت عریضه نابالغ 17 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که 8 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 11:10 در باغ مرکزی واقع در کوچه فردوسی شهر مذکور شخصان نامعلوم با روی زوروری از جیبش 720 سامانی را تصرف نموده از جای حادثه غیب شدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که جنایت مذکور را دو نابالغ 16 ساله ساکنان همین شهر صادر نمودند. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. و شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر ایسار با عریضه مرد 32 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که سال 2019 مرد 32 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش درآمده از او استراحتگاه واقع در شهر ایسار را به مبلغ 150,000 سامانی خریداری نموده تا حال مبلغش را پرداخت نکرده است. از روی حالت مذکور پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه تیمور ملک عریضه مرد 46 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که اولهای ماه سپتامبر سال 2020 شخصان نامعلوم با روی پنهانی از چراگاه دیهه‌شان دو سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانیده شده 13,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 35 ساله ساکن همین نویه صادر نموده است. این چنین هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا زن 27 ساله ساکن نویه شهر توس با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نام برده 28 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 23 دقیقه مرد 70 ساله ساکن نویه فرخار را به خانه استقامتیش دعوت نموده از جیبش 3500 سامانی شناسنامه ملی و یک عدد کارت شرکت دوشنبه سیتی که در داخل کارت مبلغ 6500 سامانی موجود بوده است طریق پنهانی تصرف نموده است. ضرر رسانیده شده 10,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه و تفتیشات ادامه دارد.